نیروی محرک اگه F با D زاویه حاده بسازه کار نیرو مثبت است. در این صورت نیرو به جسم انرژی میدهد. سرعت جسم افزایش می‌یابد و در نتیجه انرژی جنبشی جسم نیز افزایش می‌یابد. پس اگر نیرو و جابجایی زاویهشون حاده باشه نیرو به جسم انرژی میده. این انرژی به صورت انرژی جنبشی تو جسم ذخیره میشه. پس انرژی جنبشی جسم میره بالا. مثلا اگه کار مثبت 30 جول باشه انرژی جنبشیش 30 جول زیاد میشه. انرژی جنبشی زیاد میشه یعنی سرعتش زیاد میشه. حرکتش تند شونده است. آلفا اگه حاده باشه کارش مثبته، دلتا وی مثبته یعنی سرعت زیاد میشه، دلتا کا مثبته یعنی انرژی جنبشی زیاد میشه، سرعت افزایش پیدا میکنه، کام افزایش پیدا میکنه. اگه F با D زاویه منفرجه بسازد کار نیرو منفیه. منفرجه یعنی زاویه بیشتر از 90 درجه بسازه. در این صورت نیرو از جسم انرژی میگیرد، سرعت جسم کاهش مییابد و در نتیجه انرژی جنبشی جسم نیز کاهش مییابد. آلفا بیشتر از 90، دبلیوش منفیه، دلتا وی منفیه، دلتا کا منفیه. دلتا وی منفیه یعنی وی کاهش پیدا میکنه، دلتا کا منفیه یعنی کا کاهش پیدا میکنه. زاویه بین F و D منفرج است. این یک نیروی مقاومه. نیروی بی اثر اگه F با D زاویه قائمه بسازه کار نیرو صفر است. در این صورت نیرو به جسم انرژی نمیده، نه انرژی میده نه انرژی میگیره. سرعت جسم ثابته و در نتیجه انرژی جسم نیز انرژی جنبشی جسم نیز ثابت میماند. آلفا 90 کارش صفره، دلتا وی صفره یعنی سرعت ثابت میمونه، دلتا کا هم صفره یعنی انرژی جنبشی هم ثابت میمونه. این نیروی F بر D عموده. پس نیروها 3 دسته شدن. محرک یعنی آلفاش حاده باشه و به جسم انرژی بده، کار مثبته. مقاوم یعنی از جسم انرژی بگیره، آلفاش بیش از 90 و کارش منفیه، از جسم انرژی میگیره. بی اثر یعنی آلفاش 90، نه انرژی میده نه میگیره. تأثیری هم رو سرعت جسم و انرژی جنبشی جسم نداره، سرعت و انرژی جنبشی ثابت میمونه. ما میدونیم که به یه جسم ممکنه چند تا نیرو وارد شه و گفتیم هر کدوم از نیروها یه کاری انجام میدن. کار کل میشه جمع کار تک تک نیروها. پس کار کل اگه مثلا ما 3 تا نیرو داریم F1 F2 F3 کار هر کدوم رو جدا حساب میکنیم. هر کدوم جداگانه میشه FD کوسینوس تتا، W1 به علاوه W2 به علاوه W3 جمع میزنیم میشه کار کل. کار یک کمیت عددیه، بنابراین جمع این 3 تا یه عدد میشه. البته این جمع جبریه. جمع جبری یعنی اینکه منفی مثبت هم داره. این جمع جبری ایناست. بعدش W توتال یه جور دیگه هم میشه حساب کرد. پس بچه‌ها من میخوام کار کل رو حساب کنم. یک روش اول کار تک تک اینا رو حساب کنم، کار F1 کار F2 کار F3 بعد با هم جمع کنم که میشد روش اول. روش دوم به جای اینکه اول کار هر نیرو رو حساب کنم بعد کارا رو با هم جمع کنم، بیام اول نیروها رو برآیند بگیرم به صورت برداری، بعد یه بار کار برآیند رو حساب کنم. مثلا برآیند F1 و F2 و F3 فرض کنید این قرمز است، F توتاله. بعد کار F توتال حساب کنم، W توتال میشه W F توتال. اینا با هم فرق کرده. بچه‌ها تو روش اول من 3 تا نیروی مشکی دارم. 3 بار می‌نویسم FD کوسینوس تتا برای 1 برای 2 برای 3. بعد FD کوسینوس تتا رو که حساب کردم این 3 تا رو با هم جمع می‌کنم. جوابشو. اما تو روش دوم اصلا FD کوسینوس تتا رو اول نمی‌نویسم. F1 F2 F3 رو به صورت برداری جمع میکنم. یه F نت میشه، یه بار مینویسم FT کوسینوس تتا برای F نت. تو روش اول اینا عددن، عددی جمع میشه. تو روش دوم F ها بردارن، اول برداری جمع میشه بعد یه بار W شو حساب میکنیم. اما روش سوم برای محاسبه کار کلی جسم میتونید دلتا کار حساب کنید. چرا؟ ما گفتیم هر نیرویی وقتی کار مثبت انجام میده به جسم انرژی میده و این انرژی میره تو انرژی جنبشی، انرژی جنبشیش زیاد میشه. هر نیرویی هم که کار منفی انجام میده ازش انرژی میگیره، انرژی رو از انرژی جنبشی میگیره. بنابراین هر نیرویی که کار مثبت یا منفی انجام بده رو انرژی جنبشی اثر میذاره. بنابراین شما از تغییرات انرژی جنبشی میتونید بفهمید که کلا چقدر کار انجام شده. کل کار انجام شده روی جسم همیشه میشه دلتا کا که ما بهش میگیم قضیه کار و انرژی جنبشی. قضیه کار و انرژی جنبشی W توتال میشه دلتا کا. قضیه کار و انرژی جنبشی در مسیرهای خمیده نیز برقرار است. تا الان هر چیزی که ما گفتیم فقط مال یه مسیر صاف، مسیر راست بود، رو خط راست. F اندازه و جهتش ثابت باشه، دیمون مستقیم باشه. اما حالا میگم آقا قضیه کار و انرژی اما تو مسیرهای خمیدن
برقراره. قضیه کار و انرژی جنبشی چی بود؟ W توتال میشه دلتا کا. قضیه کار و انرژی جنبشی از قانون دوم نیوتن به دست میآید. این یه جمله کتاب درسیه. کتاب درسی گفته که قضیه کار و انرژی جنبشی رو از قانون دوم نیوتن میشه به دست آورد. البته اثباتش نکرده، ولی چون شما بچهای خوبی هستید و دوست دارید باسوادتر بشین، من اینو اثباتش هم براتون گذاشتم. یه جسمی با سرعت 0 بهش نیروی F نت وارد میشه و بعد در انتها سرعتش میشه V. خب قانون دوم میگه F مساوی ma. طرفین چپ و راست رو در یه D ضرب میکنم. چپش میشه FD یعنی همون کار. سمت راستش ma بود، یه دونه D هم داره. به جای A می نویسم دلتا V به دلتا T، چون این حرکت شتاب ثابته، شتاب لحظه ایش با متوسطش برابره. شما میتونید به جای A شتاب متوسط رو بنویسید دلتا V به دلتا T. این که صفره یه ورش V منهای صفر هیچ. دلتا T رو میبرم زیر D، پس میشه M V دلتا T. این دلتا T رو از زیر این از اینجا بردم زیر این. D به دلتا T میشه سرعت متوسط V average. چون حرکت شتاب ثابته V average و غیر از دلتا X به دلتا T میتونید از میانگین سرعت ها هم استفاده کنید. سرعت انتهاش V، سرعت ابتداش صفر، V به علاوه 0 تقسیم بر 2. خیلی خوب، حالا همین رو مرتبش کنم میشه 1/2 MV2. به چی رسیدیم؟ بچه یه صغرا کبرا بچینین. صغرا کبرا بچینین یعنی چی؟ یعنی چند تا چیز کوچولو بذارین، بعد از اولی آخریه رو نتیجه بگیرین. به این چیزای کوچولو میگن صغرا، به اون که از اول آخریه رو نتیجه میگیرن میگن کبرا. حتما شنیدین تو زندگی روزمره میگن فلانی اینقدر صغرا کبرا چید تا منو قانع کنه اون زمین رو بخرم. صغرا کبرا چید منظورش اینه که چند تا جمله گفت که بعد یه نتیجه گیری بکنه من یه کاری انجام بدم. وقتی یه نفر استدلال‌های متوالی میاره و ازش یه نتیجه کلی میگیره میگیم صغرا کبرا چیده. اینجا ما الان صغرا کبرا چیدیم، نگاهید هر کدوم از این مساوی‌ها صغراست. بعد کبراش چی میشه؟ پس نتیجه میگیرم FD یعنی W مساویه با 1/2 MV2 یعنی انرژی جنبشی. بچه این 1/2 MV2 هم کادو منهای کایکه دیگه، چون کایکش صفره، یعنی این همون دلتا کاه. بعد چون F